7 نوامبر سال 2022 تقریبا ساعت 19:30 به وقت محلی دو عائله مهاجران تاجیک در راه سفر از قزاقستان به روسیه در ولایت چلیابینسک دچار صدمه مدهش شدند. در کیلومتر 33 راه وستاچنی ابخود چلیابینسک در کنار شهر کپیسک مینیوین تمغه تویوتا ورساتات اداره ساکن 46 ساله شهر تیومن با 7 مسافر به سمت مقابل راه برآمده به ماشین بارکش تمغه اسکانیا برخورد است. ضربه چنان سخت بود که مینیوین کاملا پچق شده بود و نجات بخشان راننده و مسافران این ماشین را با استفاده از تجهیزات مخصوص از درون آن بیرون کشیدند. خدمات مطبوعات گبدده یا پلیس راه چلیابینسک گفت در نتیجه صدمه دو مسافر سالخورده ماشین سبکرفت مرد 74 ساله و زن 69 ساله هنوز تا رسیدن ماشین یاری تعجیلی جان باختند. راننده و 5 مسافر دیگر سبکرفت جراحت برداشتند. از جمله 3 پسرچه 5, 8 و 10 ساله مهاجران را به بیمارستان انتقال دادند. مسافران هلاک شده زن و شوهر از تاجیکستان بودند. 5 مسافر دیگر نیز از یک عائله از تاجیکستان بودند. زن و شوهر هر دو 35 سال و 3 فرزند خردسال آنها. این عائله در شهر نیجنی تگیل زندگی میکرده است. معلوم نیست که آنها از تاجیکستان می آمدند و یا برای درست کردن حجت‌هایشان مرز قزاقستان را گذشته از آنجا باز به روسیه برمیگشتند. داستانی ولایت چلیابینسک خبر داد که نسبت به راننده تویوتا بر اساس قسم 5 ماده 264 کودکس جنایی روسیه پرونده گشودند. هر سال بیش از 1 میلیون نفر یا تقریبا نصف اهالی قابل کار تاجیکستان برای تامین زندگی خانواده‌های خود به خارج و اساسا به روسیه به مرد کار میروند. هر سال در روسیه به علت‌های گوناگون تا 1000 نفر از مهاجران تاجیک اکثرا در سن جوان به زندگی پدرود میگویند. یعنی هر روز مهاجرت در روسیه جان توسعه مهاجر تاجیک را میگیرد. خداوند روان همه مهاجر بچه‌های تاجیک شهید شده را شاد گرداند.